نخبه شهدا و ضمن تشکر از فرصتی که در اختیار حقیر گذاشتن و اینکه قابل صحبت و تعابیر و تعاریفی که آقای سازگار نژاد کردن نیستم. به حضورتون عرض کنم بدون مقدمه وارد بحث میشم، چون قرار بود تو بندر عباس این صحبت بشه، اونجا مشکل وقت بود. اینجا هم وقت رو دستور فرمودن که فشرده بکنیم، به همین دلیل اگه صحبت ها نارسا بود یا ناپیوسته به هر حال قبلا عذرخواهی میکنم. من قبل از اینکه به اون چیزی که روی پاورپوینت نشون میدن اشاره بکنم، برای اینکه یه مقدار فضا از این حالت ماده 88 و که طبعا یه مقدار حالت خواهی نخواهی ناامید کننده یا دلسرد کننده ممکنه برای بعضی از کارکنان و اینها که حالا مطلع بشن از قضایا داشته باشه، یه توضیحی رو میخوام با اجازهتون به نقل از پروفسور لستر تارو، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه MIT، در حد یه صفحه انتخاب کردم اینو توضیح میدم. به دلیل اینکه صحبت‌های ناامید کننده‌ای متأسفانه در مطبوعات و روزنامه‌ها و اینها هم گاهی میشه که این نسل جوان و این بچه‌ها و این سن تو شرایط اشتغال چه خواهند کرد، خواهید دید با برداشتی که از این مطلب میشه. بعد کتابش هم معرفی میکنم. اینها اتفاقا میشه مملکت رو سرشار از امید برای جوانها و کسایی که به اصطلاح تو مسیر رشد و توسعه میخوان باشن قرار بگیرن، به یک دلیل، اون همین که اقتصاد جهان اقتصاد دانش محور و علم محور میشه و از حالت دهه‌های قبل و سده‌های قبل که داشتن زمین و چاه نفت و امکانات طبیعی به اصطلاح فقط از اون راه میشد به ثروت و رونق رسید، از طریق دانش و علم میشه. آقای تارو میفرمان منابع با ارزش و مولد ثروت این عصر به نظر وی انسان‌ها هستند، به شرطی که دانشمند، متخصص، کارورز، مخترع و مبتکر باشند. توانایی اقتصادی و وفور نعمت از بستر مغزهای پیراسته از جهل و آراسته به دانش سر برمی آورد، نه از بستر منابع طبیعی، حتی اگر نفت یا طلا باشد. بیل گیتس، مدیر عامل شرکت مایکروسافت، ثروتمندترین مرد دنیا، نه زمین دارد، نه طلا، نه نفت، نه کارخانه، نه فعالیت صنعتی دیگر و نه ارتش و سپاهی. این نخستین بار در تاریخ بشر است که ثروتمندترین مرد دنیا فقط دانش دارد و بس. ارزش خالص دارایی او در پایان سال 1998 میلادی بیش از 83 میلیارد دلار بود، یعنی برابر با ثروت 110 میلیون آمریکایی که در پایین ترین حد هرم ثروت قرار دارند و معادل ثروت 30 کشور فقیر جهان. ایجاد سرمایه انسانی، اینو تو بخش مهارت ها توضیح میدن، ایجاد سرمایه انسانی به اقتضای طبیعت خود فرایندی اجتماعی است نه فردی. تخصص و مهارت فنی انسان فقط وقتی رشد می کند که هر نسلی آنچه را که آموخته است به نسل بعدی بیاموزد تا نسل بعدی وقت و نیروی خود را وقف پیشبرد دانش موجود و کسب تخصص‌ها و مهارت‌های فنی جدید بنماید
نه این که وقت خود را دوباره کشف شده ها بگذرانند، به دوباره کشف شده ها بگذرانند. در آینده که دانش و تخصص جای منابع طبیعی را بگیرد و به شکل عنصر اصلی سومین انقلاب صنعتی درآید، ارزش منابع انسانی رو به افزایش و ارزش منابع طبیعی رو به کاهش خواهد گذاشت. این راجع به انقلاب صنعتی سوم که توضیح میدن، من اشاره کنم که ایشون تو تحلیلاشون معتقدن 4 انقلاب و اتفاق بزرگ تو دنیا افتاده و در حال انجامه. اول انقلاب صنعتی اول که موتورهای درونسوز و دیزلی و اون چیزا بود. دوم اختراع برق که تحولات جدیدی رو ایجاد کرد. اتفاق سوم عصر الکترونیک و میکروپروسسورها و به دنبالش همین آیتی و آی سی تی و کامپیوتر و این چیزها. و اتفاق چهارم که حدود 40 سال آمریکایی‌ها شروع کردن و بعضی کشورهای دیگه، انقلاب بیولوژیک هست که محض اطلاعتون تو اخبار دیدم که بعضی از ثروت‌های آمریکایی، ثروتمندای آمریکایی اخیراً پولی رو به بانک میذارن به هنگام فوتشون قبلش و وصیت میکنن که تا 20 سال آینده که بیوتکنولوژی به جایی میرسه که میتونه مرده رو زنده بکنه، از این محل پول رو بدید تا من رو به حال اول برگردونن و هاکذا چیزایی دیگه که تو این بحث بیوتکنولوژی هست. این یه مقدمه ای راجع به این بحث که به هر حال راجع به منابع به اصطلاح ثروت کشور و منابع طبیعی و اینها صحبت میشه. خواهش میکنم. بله، اسم کتابم هست ثروت آفرینان و مال انتشارات فرا که به اصطلاح فکر کنم اصفهان خدمت آقای احسان توضیح دادیم، خریده باشن و خونده باشن و توضیح بدن. راجع به بحثی که اینجا هست، من واقعا از آقای سازگار نژاد ریاست محترم سازمان تشکر میکنم که این وقت با همه این مشکلاتی که تو سمینار بود و خیلی دوستان سروران بنده، بزرگان بنده نتونستن یا نشد صحبت بکنن، این اجازه رو دادن من صحبت بکنم. خواهش من اینه که به اهمیتش توجه بشه. ببینید، بر اساس آمارهای وزارت بازرگانی همینجور که روی چیز مشاهده میشه، 1,100,000 واحد صنفی دارای پروانه کسب و 350,000 واحد صنفی بدون پروانه وجود داره که اینم باز آمار دقیقی نیست، بیشتر از اینه. آمارهای وزارت بازرگانی نشان میدهد اگر به طور متوسط حداقل 3 نفر در هر واحد صنفی مشغول به کار باشند، نیروی شاغل در این گروه از افراد جامعه بالغ بر 4.5 میلیون نفر می باشه، در حالی که کل کارکنان دولت در 2 سال پیش که آماری که داشتن اونجا 2.2 میلیون نفره، یعنی نصف، کمتر از نصف آماری که در اصناف و به اصطلاح کارهای خدماتی مشغولن. 3. چنانچه شاغلین در واحدهای صنفی هر یک به طور متوسط 5 نفر را تحت تکفل داشته باشند، به رقمی معادل 22.5 میلیون نفر میرسیم که از این راه ارتزاق میکنن. کل کارکنان، میزان تحصیلات شاغلان در واحدهای صنفی چقدر است و چه سنی را شامل می شود و نقش و تعداد زنان و اینها گفتم در اینجا توضیح داده میشه که توضیحش عرض میکنم. مطابق آمار سال 75 جمعیت 10 سال به بالای کل کشور که توان اشتغال داشتن و دارن 45 میلیون نفر بوده
که از این میان 26.5% در بخش کشاورزی، 42.5% در بخش خدمات، 31.45% در بخش صنعت و الباقی که 0.1% میشن فعالیت نامشخص داشتن. ببینید من همینجا قبل از اینکه بریم قسمت بعد یه توضیح بدم راجع به تشکیلات اون کاری که بازرگانی داره میشه با سازمان، اون تفاهم نامه. ما 2 مجمع امور صنفی داریم، بسیاری از دوستان شاید بدونن. یکی مجمع صنوف تولیدی و خدمات فنی، یکی هم مجمع صنوف توزیعی و خدماتی که اینها برگزیدگان اتحادیه های همین صنوف هستند. خب با توجه به اینکه اینا 4.5 میلیون نفر هستند و صفحه 2 رو اگه لطف کنن نتیجه و اهمیت موضوع، بله در واقع ما 2 بند اینجا به خاطر اختصار بحث آوردیم که عدم مهارت یا به تعبیر دیگر کم مهارتی در تمام صنوف هم از خدماتی تولیدی و خدمات فنی موضوع آشکار در سطح کشور می باشد، تا جایی که با آمارهایی که به دست آمده این معضل در اصناف منجر به تلفات و خسارات مالی و جانی شده است و می شود به حدی به همین منظور ارائه راهکارها جهت تبلیغات و گسترش فرهنگ مهارت آموزی اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. این تلفات متاسفانه یا نخواستن بدن آمارشو یا آمار درستی در اختیار ندارن، ولی اون چی که گفته میشه تو جلسات مرتب از برگرفتگی در حال جوشکاری، در حال کارهای تأسیساتی، نصب کولرها و چه جوشکاری، فرد شدن از ساختمون و اینا خیلی بالاست. و همچنین از نظر این بحث بند بی که توضیح میخوام بدم، کوچکترین تغییری در بالا بردن مهارت این گروه، یعنی این 4.5 میلیون نفر به هر حال، میتواند با ارتقاء آموزش به کم کردن ضایعات مواد در واقع. فرض کنید برای ساختن یه در و پنجره یه کارگر خیلی ماهر با یه آدم که مهارت نداره ممکنه 100 کیلو به اصطلاح پروفیل رو از بین ببره یا 10 قلم جوش رو مثلا از بین ببره و هاکذا مثال این. چون کوچکترین بله موادبری کم بحث دومه. من راجع به این موادبری حالا بعد توضیح میدم. بالا بردن سرعت کار، کم کم کردن میزان مصرف انرژی برق و سوخت، صرفه‌جویی فراوان در وقت خود و مشتری در بالا بردن راندمان و بازده کار اصناف خدماتی و توزیعی تأثیر عمده‌ای ایجاد کند. همچنین توصیه به استفاده از فناوری‌های جدید حداقل در اتحادیه‌ها می‌تواند موجبات بالا بردن کیفیت تولید و خدمات را در سطح استانداردهای جهانی فراهم سازد. من 4 راه حل رو اینجا میگم. یه جوری وقت فشرده شده که متاسفانه مجبورم برم اون 4 راه حل رو بگم. باز اگه وقت اضافه آوردم یا بشه یه خود چونه بزنیم برگردم سن. چونه نداره بسیار بله. ببینید من 4 این نامه هنوز شاید از طریق سیستم دفتر آقای دکتر سازگار نژاد ریاست محترم به دستشون نرسیده باشه، ولی 5 راهکار رو پیشنهاد کردم که استدعام اینه مدیران کل بهش توجه کنن. 1 تسهیل کردن صدور مجوزهای آموزشگاه‌های وابسته به اتحادیه‌ها که نظر شخص ایشون بود، ما پیگیری کردیم و در تهران
با 55 اتحادیه که تا حالا جلسه داشتیم به 25 تاشون مجوز دادیم و تا حالا 3 تاشون شروع کار کردن. بحث مهمی هست. ببینید در واقع مشارکت بخش خصوصی. آقای احمدیان گوش کنید. آقای احمدیان چه معرکه گرفتید اونجا؟ حضورتون که از کنم بحثی که داریم راجع به در واقع همکاری با بخش غیر دولتی هست. یکی از بحث‌ها همین بحث صنوفه. خوشبختانه الگوی همکاری خوبی بوده. یه مقدار تکیه کنید 3-4 تا نکته دارن که میخوان شما کمک کنید توی این فرایند. آقای انسان پسری بفرمایید تاکیدم بکنید که 4 نکته‌تون چیه؟ اولیش پس تسهیل در صدور مجوزها، یعنی یه مقدار اون مقررات دست و پاگیری که هست راجع به اینکه به هر حال اینا شخص حقیقی نیستن و حقوقی تلقی میشن سخت گرفته بشه. روشی که در تهران آقای نوری لطف کردن و طراحی کردن که به اصطلاح نه اون آیین‌نامه‌هایی که پژوهش صادر کرده معاونت محترم پژوهش به مشکل بخوره و نه اینکه این کار معطل بمونه. دوم، در اولویت قرار دادن وام‌های تبصره 3 برای آموزشگاه‌های فوق‌الذکر. جناب آقای سازگار نژاد، من تو جلساتی که 25 جلسه تا حالا رفتم و هر جلسه ملاحظه فرمودین گزارش داد حدود 15 نفر بودن اعضای جلسه، واقعا به این نتیجه رسیدم بعضی از اتحادیه‌ها مشکل مالی دارن به خاطر اینکه وزیر بازرگانی اجازه نمیده حق عضویتی که اتحادیه‌ها میگیرن از به اصطلاح اعضای خودشون رو بالا ببرن، مشکل دارن. بنابراین دادن این وام‌ها رو خواهش من اینه کسانی هم از سالهای قبل تو نوبتن اینا رو در اولویت بذارن، همینجور که تو تهران ما تصمیم مشترکی گرفتیم خدمت آقای نوری و دوستان که این 20 رو در اولویت نامه هاشون رو به بانک‌ها بنویسن، این وام‌های تبصره 3 رو بهشون بدن برای تجهیز کارگاهشون. 3. پرداخت هزینه‌های مربیان این آموزشگاه‌ها. اینا در وهله اول خودشون نمیتونن این کارو بکنن. اینا هم خواهش کردیم حالا آقای سالاری دوستان کمک بکنن، خیلی هم نمیشه، برآوردش من میدم خدمتتون. پرداخت هزینه‌های مربیان این آموزشگاه‌ها. 4. اعطای کمک‌های بلاعوض سازمان به این آموزشگاه‌ها در قالب ارائه تجهیزات و امکانات مورد نیاز. حتی اینا بعضیاشون مثلا مکانیسین ها یا جوشکارا اینا میگن اگه دستگاه های دست دوم یا مستعمل هم داشته باشین بدین ما این آموزشگاه ها رو راه بندازیم، این کار رو انجام میدیم، یا تراشکارا. 5. مجاب کردن وزارتخانه های نیرو. این مهمه، من خواهشم اینه شخص ریاست سازمان بهش عنایت داشته باشن و جناب رحمتی و دوستان هم معاونین. مجاب کردن وزارتخانه های نیرو، معادن و فلزات، وزارت نفت برای اعطای کمک‌های مالی به این آموزشگاه‌ها که اثر مستقیم بر کاهش مصرف انرژی، ضایعات و سوخت داره. همونجور که من عرض کردم تو بحث فولاد، تو بحث نفت سفید، نفت مازوت و بنزین و چیزای دیگه و تو مصرف انرژی در اثر بی‌مهارتی سوبسیدهای کلانی رو دولت الان داره متقبل میشه که قطعا خودشون در جریان هستن. این کار بین وزارت نفت و وزارت نیرو انجام شده از 3 سال پیش به صورت که سالی 100 میلیارد تومان وزارت نفت به وزارت نیرو میده که چاه‌های کشاورزی که حدود 50,000 هست اینا رو تبدیل به چاه‌های برقی بکنن و علالقاعده اگه ما از محیط زیست و از این دو تا وزارتخونه بخوایم این کارو میکنن. من فقط خواهش میکنم اجازه بدید یه جدول هست بگم اینو. در اثر سازمان بهینه‌سازی انرژی وزارت نیرو در 40 کارخانه که اسامیشون هم اونجا تو جدول هست، تو جدول بعدی یک کار پژوهشی کرده. اون جدول بعدی رو میخوان اول نشون بدین. تو این 40 تا کارخونه اومده گفته که مصرف گاز رو در سال 79 و بعد